درود دوستان خوبم. خب امروز ویدیوی هشتم رو داریم از آموزش گام به گام ویولن کلاسیک. درس بعدی سوزوکی رو میریم جلو. خب ما کتاب اسنشال المنتس رو یه خورده اومدیم، بعد رفتیم سوزوکی و الان دوباره من اومدم رو یه درس جلوتر سوزوکی میخوام بگم و اینا همه باز میگم بستگی داره که اون هنرجو چقدر کشش داشته باشه. کتاب اسنشال المنتس واقعا همینطوری میره آدم جلو، ولی سوزوکی رو باید آدم هم همیشه مراقب باشه که این سنگین نباشه برای اون هنرجو، مثلا اگه کم سن و سال هستش. خب آهنگ بعدی لایتلی رو هست. این توی کسر میزان کات تایم 2/2 کات تایم. این حالا یه تئوری کوچولو، حرف سی انگلیسی بزرگ کپیتال در حقیقت معنیش میشه 4/4 از کلمه common میاد. common time، یعنی چیزی که خیلی معموله. چون 4/4 تو موسیقی خیلی زیاده، این بعضی وقتا به جاش سی کپیتال میذاریم common time، ولی وقتی روش یه خط میاد میشه cut time. کات یعنی 4/4 یه جورایی ساده شده 2/2 کسر دیگه. 4/4 ساده میشه 2/2. حالا زیاد سادهش نکنیم بشه 1. شوخی میکنم. خب 2/2 یعنی چی؟ 2/2 یعنی 2 تا ضرب تو هر میزان، ولی هر ضربش یه سفیده. به جای اینکه 4/4 که 4 تا سیاه داره، 2 تا سفید داره. پس چه ویژگی داره این چپ؟ درسته که مثلا اون حجمی که ما به ظاهر میبینیم همون اندازه نوت رو میبینیم. مثلا در یک میزان 4/4 4 تا سیاه جا میشه، تو 2/2 هم 4 تا سیاه جا میشه، ولی در اصل 2 تا سفیده. و این چیزی که به وجود میاره این هستش که شما اگر تمپو رو یکسان فرض کنی، حالا ممکنه این پیچیده به نظر برسه، ولی تمپو رو اگه همون فرض کنیم که 4/4 باشه، پس این سرعت نوت ها به نوعی 2 برابر میشه. ولی خب اینا خیلی بستگی به چیزهای مختلف داره. به هر حال اینجا میگه می دو دو، نه اینکه بگه می دو دو، ولی میشه اینو در وهله اول ساده کرد به شکل 4/4 و زدش. باز نکته دیگه که توی سوزوکی هست که سریع براتون بگم این هستش که سوزوکی اتفاقا یه بحثی توش، دعوایی همیشه هستش تو موزیسینا. خیلی ها کتاب سوزوکی رو قبول ندارن، میگن که شورتکاته، یعنی که دور میذاره یه چیزایی رو. خب هر کتابی یه چیزایی رو میده، ولی خب سوزوکی تو آمریکا خیلی مهمه و لول مختلف. میدونید یه سوزوکی 10 تا لول داره، 10 تا کتاب مختلف هست و خب خیلی چیزا یاد میگیره آدم ازش. یه سری آهنگا رو بچه‌ها میذارن. به هر شکل کتاب خیلی خوب و مفیدی هستش. یکی از چیزایی که تو این هست اینه که مثلا نوت می که میتونه انگشت چهارم باشه و میتونه دست بازم باشه، هم یه 0 میذاره هم 4 میذاره روش. یه سری آپشن میده به نوعی. میگه مثلا تو لول‌های بالاتر پوزیشن رو بعضی وقتا میاره، بعضی وقتا مثلا میگه پوزیشن 2 بزن، بعضی وقتا میگه پوزیشن 3 بزن و غیره. این بستگی به باز چی داره؟ بستگی به اون هنرجو داره. ببینید به عنوان یه معلم باید تشخیص داد که مثلا این بچه اگر خیلی هنوز باش سخت انگشت چهارمش استفاده کنه، خب انگشت چهارم استفاده نکنه. ولی اگه قرار ما یه نوتی رو با انگشت 4 بزنیم، اگر اون تمر صدا مد نظره، پس دستباز غلطه دیگه. ولی خب وقتی تمرین میکنیم شاید هر دوش هم تمرین کنیم. بنابراین این همه رو باید به اون بستگی داره که اون هنرجو چجوریه کارش و اینا، با همه در نظر گرفت. خلاصه خب من اینو میزنم با انگشت 4. پس از اول همه انگشت‌ها میذارم رو سیم، تو که باز بارها گفتم تو ویدیو قبلی، انگشت 4 هم کاملا گرد، یه دونه انگشتام میذارم هر 4 تا گرد، نوک انگشت روی سیم. ملودی توی کتاب‌های مختلف اشکال مختلفی داره.
درجه 3 گام خنثاه. هر درجه ای توی گام یک حال و هوا و یه فضایی داره، یه مفهومی رو به شما میده. مثلا درجه 1 گام که تانیک باشه یا به قول خودمون تونیک، و اسمای دیگهش هست رستفول یا هوم نوت، و نوتی هستش که وقتی شما بهش میرسی قشنگ حس خاتمه رو میده، که اون نوت لا مثلا توی این ملودی که اینجا روی لا نوشته. 3 تا دیز، فا دیز، دو دیز، سول دیز، که گام لا ماژور نشون. حالا یه روز اتفاقا اینجا چون پشت سر من شما دایره نوت ها رو ببخشید دایره پنجم ها رو میبینید، حالا یه وقتی ایشالله راجع به اونم یه صحبتی میکنیم که این ابزار به چه دردی میخوره، مثلا برای ویولونیستا. ولی حالا چیزی داشتم میگفتم این هستش که چرا این رو نوت دو دیز توقف میکنه. همونطور که میبینید این نوت خنثاست، مثل اینکه در این حال که جواب رو میگیری تو اون فضا میمونی دو دو دو، و خاتمه کامل نیست ولی خاتمه است به نوعی. اون درجه 1 هستش که وقتی لا رو مثلا تو این گام بزنی خاتمه کامل رو میرسونه. ولی خب این یک دیدگاه در حقیقت کلاسیکی رو داره. میدونیم وقتی که حالا ما یه واژه‌ای داریم تو فارسی خیلی استفاده میکنیم، بگیم خالتور. خالتور مثلا میگن یارو خیلی خالتوره. ببین وقتی که موسیقی وقتی خیلی میره به طرف این که خیلی عسل مانند باشه، همه شیرین باشه و اینا، کم کم چی میشه دیگه؟ یه چیزی میشه مثل هله هوله مضر میشه واسه آدم. ولی موسیقی که غنا داره، موسیقی که عمق داره، اون هر لحظهش، هر بخشش، چه در روابط عمودی چه در روابط افقی بین نوت‌ها، دارای مفهوم و معنی خاصی هستش. اون یه موسیقی غنی و درستی هستش که اهمیت داره و ما دنبال اون هستیم. در موسیقی کلاسیک اون رو میخوایم. حالا میگم کلاسیک، باز معنی کلاسیک نه فقط موسیقی کلاسیک، اون وسعت خیلی زیادی داره این کلمه که دیگه حالا نمیخوام زیاد حاشیه برم. cut to the chase به قول این آمریکایی‌ها، سر اصل مطلب که بریم، این نوت دو دیز اینجا تمام تو بعضی از کتاب‌ها میره به نوت لا، لا دو می می لا. خب به حال میگم این یه چیز کوچولویی هستش، ولی به نظر من که چند کلمه راجبش حرف بزنم. تمرین کنید، هر روز دیسیپلین داشته باشین، هر روز 1 رو 20 دقیقه اقلا ساز بزنید. آرزوی موفقیت برای همگی دارم.